چی خیلی شد که همین ماشین جر شد شما در قفا بودین یگان چی دیدی؟ ندیدی نه؟ بازی چی خیلی شما را گمبر کلیسان که یک سالدت بیارو تا دو دگیست حقیقت دارد یا نه؟ ندارد ها؟ ولی باز مرموزتر، وحیمتر و وحشتتر فرزند این اویله را کارمندانی برادر شادی که حالی در بیمارخانه هست فرزند این اویله است که ابلاغ کردن و بالای این جرم آن صدمه را با بالای این سرباز بار کرده ایستادند در حالی که سری چند برک کارمند کمیساریات حربی می نشست. مادرها را اینقدر نگریونه اینقدر مادرها ظلم نبینه خودش همین وضعیت چقدر ما را عذاب میتن داشت ما را نمیبونن در آمدن یکی مثال مقدش صحبت کنیم چیزی که از داشت همون دو من گفتگی است که من کردگی نیست من نمیدونم یگان چیر مجبورش کردگیم که بچم تو مقصد یعنی افسرها و سربازای دولتشان را با ماشین شخصی میبرن این ماشین دولتی نباید باشه نه باید ماشین دولتی باید باشه من گفتم که چی با اینو ماشین ندارم با این کمد گفتن که خیلی گپ نیست این وقتی که با این کمد فرمان میشود لبوی ماشین میگیری پتیوف کمیتی میگیرن میبرن. مادر جان شما فرزندتون دیدین در بیمارخانه یگان بار؟ یک بار با یک مثال چی بگم چه خیلی برو آمدم دیدم خیا نمیمونه نزدیک افزانی قطعید یک آدم هست میگوی تروریست باشه بچه و نمیدونم در بین ای روز جمعه ما در قریه بالا سرسان و سرگردان تشویش تهمت و چی روزها دادن در یک روز به همه گناه را در گردن ما بار بچه ما بار کردن. بیننده عزیز شما ادامه سرباز شکار یا صحبت اویله که از دهه سر چشمه کلاب آمدن کمی بدتر باز میبینید و برای آنهایی که میخواهند به کشورهای اروپایی ویزای کاری بگیرند توسط کشور ترکیه مرمت به شرکت آینده درخشان مراجعت کنید که تاجیک بچه ها هستند در ترکیه این شرکت تاسیس دادن شرط و شرایط برای شما باز بهتر میفهمونن من در جای اپیسانی میگذارم سراغشون رقم تلفنشون که در وقت ساعت کاری تماس بگیرید و مبلغ گذاری هایی که از جانب آنها میشود یا از جانب شما میشود یعنی تمام کدام نمود خدمت رسانی از جانب آنها میشود و شما چه مبلغ گذاری میکنید چه حجت ها هست همه معلومات بیشتر باز برای شما بچه‌ها میدن هم در سامانه‌شون هست هم توسط زنگ تلفنی میتونید صحبت کنید با آنها فقط کوشش میکنیم که در وقت و ساعت کاری به ترکیه موافق زنگ بزنید اگر شما میخواهید ویزای کاری به ترکیه بگیرید. خب یک خوش خبر دیگر هم این است که شرکت آینده درخشان برای داوطلبانی که میخوان در دانشگاه‌های ترکیه تحصیل کنند شرایط فراهم آورده است شما به سپردن امتحان با دلخواه اختصاص در دانشگاه‌های ترکیه میتونید تحصیل کنید و برای نام دانشجو شدن در ترکیه چه شرایط چه وضعیت چه صحبت‌ها باید باشد حتما در این مورد نیز از شرکت آینده درخشان یک بار بپرسید معلومات بیشتر در جای اپیسان یعنی جای شرح بیشتر. درود بیننده عزیز شبکه شما دلیل مالی امیدوارم شما خوب و خوش و سلامت هستید. شهر دوشنبه است باغ میرانینکا و میرانینکا هم برای بسیاری شاید آشنا باشد برای بسیاری کوتاه میگیم که یکی از افسرانی که دوران شوروی در افغانستان قهرمانانه هلاک شده است. البته نظر و اندیشه در مورد قهرمانی او گوناگون است. کسی میتواند بگوید که او برای حفظ وطن و برای برقرار کردن کمونیسم به افغانستان رفت کسی دیگر میتواند بگوید که برای غصب زمین به افغانستان رفت مهم از همه در خدمت به وطن از جان داد و قهرمان اعلام شد و این باغ ما امروز برای اون انتخاب کردیم برای صحبت که اویله اکرموفو از دهه سرچشمه شهر کلاب به دیدار ما آمدن برای یک صحبت پرهنگامه که چند وقت اخیر در رسانه ها میگردد خصوصا دیروز پیش از نواربرداری ما در رادیو آزادی یک گزارش تهیه شد که گروه سربازانی را که از شهر کلاب به کمیساریات حربی ولایتی به شهر باختر می آوردن با صدمه روبرو شدند و یکی از اون سربازان دعوت شونده در گزارش صحبت میکرد و لحظه سرباز شکار یا ابلاغ اون سرباز رادیو آزادی گزارش شد ولی باز مرموزتر وحیمتر و وحشتتر فرزند این اویله را کارمندانی برادر شادی که حالی در بیمارخانه هست فرزند این اویله است که ابلاغ کردن و بالای این جرم آن صدمه را با بالای این سرباز بار کرده ایستادند در حالی که سری چند برک کارمند کمیساریات حربی می نشست ولی این موضوع برای ما جالب است که چگونه یک سربازی دعوت شونده که در نشستگاه عقب ماشین نشسته است سببگار این صدمه می شود. بیاید شرح حادثه را از مادر و برادر دعوت شونده یا سرباز یک روزه به قول میپرسیم. مادر جان یک بار خودتان معرفی میکردین نام و نسبتان؟
ما احرار و مقدس مادر اکرم شادی است خدمت کننده شهر کلوب دهه سرچشمه. شما چی نام هست؟ برادرش رحمتلو فامیلم عبدالزاده. شما خدمت کردگین؟ بله من خدمت کردگیم سال 2014 16 در قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در گرانیتسای قرقیز تاجیک. سلامت شد. مادر جان شما میتونید یک بار شرح کنید که واقعا چی شد که پسر شما را گرفتن از خانه با جرم دزدی بردن بعد خدمت دعوت شد نفهمیدم خلاصه. روز 14 اپریل ساعت تقریبا 4 نفر همی چخل بگیم آووش بگیم لباسای حربی نداشت که بگم اون لباس کارکنی دولت اومدن گفتن که بچه تو دزدی کردگی با نوم الله قسم خورده با یک چیز نشون داد گالونی روزستی ای کلوبم. چی نشون داد؟ حجت نشون داده. نام فامیلش یادتون هست؟ نه با یادم نیست. وقتی که بچه ما دزد که گفت خدمت گم کردم. وقتی که فرزند با تهمت دزدی بگه چخل مادر در حالتی بعد گفتم نترسونین اگر واینکامات باشیم بگین. نه گفتن بچه بخوای میبریم عریضش هم میگیریم با اینو چه جواب میتیم گفتن ای خونه برو وردن. همراهشون یگون نفر بود که شما بشناسین او را؟ نه یگون نفر شناس نبود. نه همراه کارمند اوگالونی؟ نه 4 نفر بودن یگونش نشناختم. نشناختین. بعد پسر شما واقعا یعنی نشانه های دزدی بود در نه نیست بچه من موریچه رو آزار نمیته. معلومات عالی داره؟ معلومات عالیه. بچه نغز یگون خیلی بوده که یگون کس آزار نمیته. کجا خوندگی است؟ کجا کار کردگی است؟ تکنولوژی نمیشه کلوب دیپلمش عالیه. بعد چی شد حادثه وقتی پسر شما را کارمنده اوگالونی بردن امو عدل کلوب قطشون من رفتم رنگ حیوان وارد تله کردن گفتم خیلی نکنین و غصب کردم سرشون قطشون رفتم که وقتی که در اوج مرا بیرون دموندن را درو وردن من در بیرون شیشتم که کی بچه ما جواب میته گرفتم بردن به در دیگری با این کماد عمل ساش گفت که برا بچه تا خدمت بردن دویده با این کماد رفتم در این کماد هم که دو دفیقان میکنی هیچ کس به دود نمیرسه وقت دکتر گذاروندن سرش ترسیدگی وقتی چی با تریزه دیدمش گفت چجون زیغ نشه من دز نیستم گفته یا بلا به دستیان من خدمت میرم خدمتم یه ساله یعنی مدت فرزندتون همجا روزگی داد که خدمت روزگی داد برای که در کمیس گذاشتن کسی گفته که 5000 میتیم خلاص میکنیم گفته نه ما 5000 چون میتیم ما میرم خدمت میکنیم میام خدمت ما یه ساله بعد برداشت شما شرط اینه که وقتی که اونا را از کمیساریات حربی شهر کلوب با ولایتی به بختار میوردن در راه چی واقع شده است که وقتی که ای کلوب قرغان آوردن در خیر آدمای روزدار بعد از عبید به راه دمیان میخوابند این گپایی که من گفتم هم کماندیر کمیسر چون نقل میکنه چی است نام مناسب کمیسر نامش رحمت زاده حکیم شو همین خودش نقل میکنه خط شفیور که میگن یگون گپ نبود چخ کده اومدیم یگون فکری گریختن نداشتن یگون تاش داج دودارت خمیده ماشین رفت 30 متر مغازین آب خرید آورد یگون جدا نگریختن نه وسیده نه کلوب ده یگون چی نشد وقتی که هم قرغان گشتن میشود لیواکنده گردش ده از پیش چی ماشین میبرد نمیدونم شفیور هم هنگام روزشکایی میشه دیگه راننده شفیور ایوده رانندگی نمیبراید رولت تو میتید یک طرفی دیگه وقتی ترمز دادن دو درما بین داشتگی بکلا در پیش میزند رو ماشینشون 30 متر جر میشود ماشین همه جاش پچق حالی این صدمه را که سر چنبره کارمند کمیساریات حربی مینشست چرا به دوش برادر شما بار کرده ایستادن؟ اینا اول کارشون غیر قانونی بود برای اومدن گمانبر دزدی گفتن مقصد شکایت نشه و گالونیکو کارگرای عدل و این کمات خپدم داج رئیس شهر اگون تش نفهمه باید اگر که این گنو را لکلی در سری دو داری ما نزنن و شفیور خودش که نگوره جواب میتید سودش میکنن برای هم قدر این نگفته سن که سالداتی تو هم را دولت را میبخشد برادر شما تو حال که به خود آمد از حالت شوکی به قوله وقتی که بردنشون به سزدنی بودن در بهوش بودن در بیمار خونه بودن کارگرای گایی اومدن بیانات گرفتن کامیرا کردن بعدی که مثلا ما مجبور همون بیانات کی امضا مونده است بیانات تا جایی که ما نمیدونیم گویا امضا کی بونده است چی بونده است گویا که برادر من امضا بونده است در نوار گرفتن من پرسیدم مجبوری در اومدم پیش یک بار پرسیدم گفتم که هم خیلی بیانات گرفته گفتن که هم خیلی رولت تو دادیم ای ما کی بیانات گرفتن من یگونش درک ندارم
در حالتی که مثلا شوک سستانیدن به خود بودن در این حالت ممکن است بیان در ماشین چند نفر بودن؟ در ماشین 3 تا سرباز بود، 1 تا کماندیر. 3 سرباز در عقب؟ در قفا بود، 1 تا کماندیر تا شفیع. حالت دیگرو چه خیلی است؟ حالت دیگری 1 تا سرباز دیگریش سرش زدگی، کلیکش شکستگی و در ریانیماسیون بود. دیگری سربازش خیسوز است. دو من دستی چپش شکستگی، پیشونیش دریدگی. اوضاع هم بیمارخانه ده. کارمندای کمیسریات چی؟ کارمندای کمیسریات یک کماندیرش پیشونیش کم تر خراشیدگی و ای شفیور سوزش یگان جوش یگان چیز. پیش از نوار گفتن که ماشین هم به نام مناسب اون کارمند کمیسریات حربی نبود. از کی بود ماشین؟ ماشین ای برادرش بود. از با گفتی او ماشین ای برادر ما بو پیلوس ما میگه که ماشین برادر من یگان شکایت ندارم. این شفیور من گفته است برادر من شکایت ندارم بگیرن ماشین مرا واسطه نوید کنه 64000 سومون تمام دوامون میزگار. یعنی ببین سلامتی این مردم در اینجا ولی وای میگه که ماشین مرا برقرار کنه. وای فکر نمیکند که مثلا اینو اوسیب دیدن شکستن ممکن که ای حیات محروم شدن اینو فکر نمیکند. فکری فقط هم ماشینی که ای دودارش بده کدام بده درجه همون داو حادثه نیست و اومدگی در اون جای شیشتگی در بالانس هست. صاحب اساسی ماشین. صاحب اساسی ماشین در همون جا هست که مقصد اگر تو داورونس نداری امی شفیور قطعیت که باشه و داورونس حساب میشه. خیلی یعنی افسرها و سربازای دعوتشونده را با ماشین شخصی میبرن. این ماشین دولتی نباید باشه. نه باید ماشین دولتی باید باشه. من گفتم که چی با اینو ماشین ندارم. با این کماد گفتن که خیلی گپ نیست. وقتی که با این کماد فرمان میشود لبوی ماشین میگیری کیوف کمیتی میگیرن میبرن. مادر جان شما فرزندتون دیدین در بیمارخانه یگان بار؟ یک بار با یک مثال چی بگم خیلی برآمدم دیدم خیا نمیمونه نزدیک افزانی قطعی یک آدم هست میگوی تروریست باشه بچه و نمیدونم در بین ای روز جمعه ما در قریه بالا سرسان و سرگردان تشویش تهمت با چی روزها دادن در یک روز به همه گناه را در گردن ما برد بچه ما بار کردن. برای چی پسر اوچه در طرف ما نگاه کرده بود؟ برای چی پسر شما رو نمیمونن که ببینید شما؟ میگه با گمانبری چیه ای رولا تو داده بچه تو گناه داره نمیگه فقط پیدن همشون. کی استاد از پشت در اون بیمارخانه که شما رو نمیمونن؟ رضایف اسد هم کمیسریات کلوبه. شما بعد نگفتید که حق دارین یعنی حق کانستیتوسیونی شماست که فرزندتون ببینید؟ ما گفتم مورا امو سانیتارکا و همه کس گفته که راه نتین حتی دهانی درد میره هم کارگرای دکترخانه همو اورولوژی ده خوش کردن همو راه نمیته که بدرون بچه. اورولوژی ده نفهمم برای چی در اورولوژی خوب است؟ ای نمیدونم با چی سبب است وقتی ای سر شکستگی و دست شکستگی باید شوبای اوسیب شناسی باشد یا که شوبای عصب باشد و سر اوسیب دیدگی نه که آوردن در اورولوژی خوب کردگیان من نمیدونم باید نگاه بینشون تو چی درجه است. شما خودتون دکتر با اون راه و واسطه نتونستین برادرتون رو ببینید؟ حتی استوریاش پرسید. من پرسیدم با دکترای نوبادار گفتن که این استوریاشون در اینجا نیست در دست همو دکترای شعبه عصب و شعبه شکستگان در همونان استوریا یگان تنشون دادگی نیستن. نه که ما مجبور در اومدیم وقتی که ما را گفتن که ممکن نیست در اومدن برادر من گفتم کی میگه ممکن نیست و این پروکراتور گفتم خیلی نامناسب شد گوید من پیشون رایم برای چی ممکن است که این دو ما ولی سرباز شدگی نیست شما اینا مجبور کردین که как будто ماشین شما را رو شتاب دادگی مجبور заставить کردین. وقتی که ما فهمیدم با پیلوسی فهمیدم که گفتن که این تو مرغی تو نمیشیدنی آدمی تو اگر گریختنی میشدی میگفتی ما جوابت میداده میگریختی یعنی فشار روانی آورده است. فشار روانی آورده است. بعد هم حالت من گفتم که برنده بیس ما قطعی گپ زنم برنده برآمد قطعی کارگر هم وای کمد برنده ایستاد اما حالت پیش اوچم اومدگی قطعی اوچم صحبت کردگی صورت گرفتگان در هم حالت عکس دارین شما؟ عکس داریم و داشه نمیدونن اگر که میدونستن تماما ما را در عکس اجازه است که اونجا پیش کنید؟ اجازه هست شما بونت بینید و میدونید چی گیش در همین است که وای پلیس در بالای کافلو گشته استم بعد یک پاپشی 30 سومون ارزش داره بردم وقتی که دیدم در پای کماندیر است گفتم که ای بچه ما پاپشی رو بطر آوردم که باوایا بعد کماندیر ای پوش کشید میگه پوش چونون تهدیدش کردگن که گودک غریب نمیپوشش کماندیر اونجا دائم با اون میسته در بیمارخانه نظارت کرده سر افیسر که یگان کس پیششون ندارن یگان صحبت نشود مقصد مخمون خفی قطعی حل کنیم
ҳаями кора шумо модарҷон ки душанбе омаден ба ягон ҷо аризаи шикоятӣ оварден ё не? ма аризаи шикоятӣ ба главни прокуратураро овардам, ба главни почта равон кардам. ман хоҳиш мекунам ки ҳами кормандон айрӯи ҳақиқат, айрӯи ҳами чизи адолат чизе ҳаст, айрӯи ҳами кор баранд. мо модаро фарзанди калон накардем ки дар як дақиқа 3 тухмата дар гардани бачаи ма бизананд. Якимаш дуздӣ, дуюмаш садама задаи ҳамаш майба болои дастат я делак шудагиян бачаи ма. шумо адвокат гирифтен? адвокат мо гирифтем, пурсон шидем. Адвокат гуфт ки озир адвокат мақсад вақте ки болошон агар ягон гумонбар ё ки ягон делаи ҷиноятӣ мекушояд, баъд мо болошон кор мебарем ки шумо чӣ хел дар кадом асос инҳоро дела кардем, мисол шумо чӣ диден. як адвокати дига берун аз авор гирифтен ки гуфтен ки гирифтем иҷоза надоданд ки ворид шавад назди ҳуқуқшиноса дровардем. Гуфтем ҳами бачаро бибарава бифаҳма ки чӣ воқеа шидагия, ҳатто уро гапзанӣ намонд. او بیچاره میرزاعلی چی حقوق شناس رفت گفت که پروکراتورا نمیمونه، رفت ای پروکراتورا اجازت گرفت اومد تلفن دقتی همی اسد ریزایف اسد گفت زد وین پروکراتورا ولایتی خودش ولایتی چی میگن اتسکا بر اومدگی جانشینش خودش گفت زد گفته فهمیده که این حقوق شناسه اسد همون که ریزایف اسد تماما این بیچاره مردک نمونده. آنه ادوکات هم نموندن داره. چه ریزایف اسد که نمیموند حقوق شناس شما رو داره؟ بچه من نمی خیلی حمایت کرده. چی هستون چی کار است شما میدونید؟ کمیسریات شهر کلوب اومدگی. از کمیسریات کلوب. تحت نظارت اونا است که مقصد یگان کس ندارد، این حادثه یگان کس بخبر نشود، یگان نوار نگیرن که مقصد سایت های یوتیوب در دیگر شبکه‌ها پارتیان معلومات یگان کس نگیرد. برادر شما برای ما یک نوار دیگر نشان دادید که افسری که همراه برادرتون بود با نزد او چگونه راه افتاد که با او صحبت کردین؟ وقتی که من دیدم بسیاری بعد همین خیلی دودار مرا تهدید کرده سن من ای پیش پرسیدم گفتم همین خیلی ترا گفته سن یگان اساس نداره دلیل نداره وقتی خیرمو تقسیم کردن شفیور در وقت گذشتگی همین حادثه شدگی در کلای ما زده سنش بعد من رفتم ای سرباز دیگری پرسیدم و یا هر پنج یک جو و در پیش وای کماندیرو یگان چی گفتن نمیتوند سرباز دیگری که وای در شعبه ایو در ریانیماسیا خوب است و رفتم پناهی پرسیدم در اومدم و تحت نظارت هم دکترو است پرسیدم گفتم برادر چی خیلی شد همین حادثه شد گفتم مرا 6 ساعت ای خونه اومدن مجبور گرفتن بردن و این صدمه را نقل کرده است بله صدمه را نقل کرده است گفت ما راه اومدیم خشور یگان فکر گرفتن نداشتیم گفتم ما پرسیدم که شما را گمانبر بردهسان که گویا کدام سرباز رو تا دودگی است همین حقیقت داره تا که جا حقیقت داره و میگه که یگان حقیقت ندارد یگان تایمو فکر گرفتن نداشتیم یگان تایمو رو پول تا دودگی نیستیم اینا ما را تهمت کرده سیان من همینجا میتونم که اون نوار استفاده برام برای مردم نشون بدم میتونید استفاده برید سلامت ای خونه چه خیلی آوردن شما سال رفتن شنید رفت من آمدم نگفتم گفتم نامم کنم بودتون جوایی رفتنیم گفتم قرآن آمدم راه در چه خیلی اومده؟ راه در ای سالم رفتنی اونا دیم آیا جرد ماشین شاید آیا در رفتن رفتاشون دیگه ایوانش باید میرسیم چه خیلی شد که همین ماشین جر شد شما در قفا بودین یگان چه دیدین؟ ندیدین نه؟ ازیر چه خیلی شما را گمانبر کردن که یک سالدت بیارو تا دودگی است حقیقت دارد یا نه؟ ندارد چرا اجازه دادن که نزد شما وارد چه نوار بگیرید ولی نزد برادرتون نه برای نوار گرفتن وای در شعبه احیا در ریانیماسیا خوب است دودارمان سر شکستگی دست شکستگی خیلی باید این در شکستگان خوب باشد نمیدونم آوردن در شعبه اورولوژی خوب کردن واقعا در عقل درست نمیگیرد وقتی که حال در اورولوژی خوب است حال در اورولوژی بله در شعبه اورولوژی خوب است سرباز اجازه دادن که نوار بگیرید دودار خودتان نه وای سرباز داژ نمیدوند که من نوار گرفتگی من در اومدم گفتم که برادر من همین خیل در سوال میتونم تو فقط درست بگو چی خیلی حادثه شد که همین کار در گناهکار کردستن شما رو وای میگه که وای داژ نمیخواد گپ زدن التماس میگم برادر شما سخن گویید چیزی که هست حقش گویید وای میگه که ما یگان تمون نیت گرفتن نداشتیم سرباز سیوم کجاست که در موردش گپ نیست تقریبا سرباز سیوم در زیر دست همو
подполковник дар зер дасти ҳамун комиссар умуман гап намезанад. не вай вообще мумкин нест вай ولی شما اجازه پخش این صورت و نوارا رو برای ما میتین که مردم ببیند واقعا. бале бале мо мехоҳем бинадим мардум ҳақиқата бинанд фаҳманд то ولی سلامت باشین. خواهش میکنم مادر جان، خواهش و درخواست و پیشنهاد شما از کی است؟ خواهش ما همین کدومش تا سوال بیتی میگم مورا ای بالا فرمان است. کجا یعنی فرمان؟ میگم مورا ای بالا فرمان دادگی. من خواهش میکنم که ای بالا کی مادرها را اینقدر نگریونه. اینقدر مادرها ظلم نبینه. خودش همین وضعیت چقدر مورا عذاب میتن. مرا همین وجدانم برای چه عذاب میتن که فرزندی مرا یکم با دزدی تهمت کرد. با بالای دست سرش زدگی مایه بالای بچه مرا کد یک جنایتی شده. بعد برای ایما شب و روز در یک ماه رمضان ما در قربالو کوچه با کوچه قربالو ای پشتی فرزندم گریستم اون آلیده گشتم. این درگیجا هست شما مادر ندارین مگر شما همه کارکنای کمساریت کارکنای همون گالونی روزستو شما چی قدر مادر را میگریونین. بعد این جامعه ایگیجا سوز میشوه. اخیران سوالم خرج همین تبابت کی کرد سالی؟ خرج تبابت نامعلومه گویا که همین دکترها خودشون کردیسن یا که واینکامات کردیسن نامعلوم. شما خودتون نفری که معلومات عالی دارین مثل برادرتون خدمت کردین با نفرایی که به طور مجبوری مردم از کوچه برده ایستادن ابلا به همونو چی مراجعه دارین؟ نفری که البته خدمت کرده است. خدمت کرده است. خدمت یگان جای یگان چی اش نیست روان خدمت کنه که با این ابلا و با مجبوری با زورواری و اگر که مجبور که برن و خدمت تا آخر خدمت حلال نمیکنند. وقتی که مثال دعوت شد تمام میروند نه که مثال میان میگن تو دزدی کردی تو این خیل کردی چند تهمت کردی و سرباز که مثال چه خیل خدمتی دولت میکند که مثال را تهمت میکنند یگان وقتی که مثال خدمت میره یگان هوسمند میکنند حاضر که автошкол ва яни билет метен ягон ҳуҷҷат метен ягон мисол кас меомӯзанд на ин ки мисол мо хизмат рафтем дар давоми хизмати мо буд ронандагӣ буд мисол кафши сварчикӣ ва یعنی کسب آموختین؟ کسب آموختیم دیگر چیزام بود اگه در شعبه شما خودتون راضیین از خدمت؟ ما ای خدمت ما خودم راضیم اگه مشکلی نبود در خدمتیم نه اینکه خیلی زورواری و تهدید هیچ خیلی خدمت میکنن نمیکنن خیلی خدمت مجبور. بیننده عزیزم پاره صحبت با اویله اکرموفو شنیدید شما مادر و برادرش دعوت شونده یعنی سربازی که با گفته همگی یک روز خدمت هم نکرد اکرموف شده که ولی در بیمارخانه قریه بالای شهر بختر بستری است و اکنون امروز به بیمارخانه حربی شهر سربند کوچولان چگونه که مادر اطلاع داد. من در آخر صحبت خواهش میکنم و طلب میکنم از کارمندان کمیساریات حربی، از کارمندان شعبه های کارهای داخلی در شهر و ناحیه ها، از کارمندان جماعتچیگی، مقامات اجرایی محل لطفاً از صلاحیت بیرون نشوین، لطفاً از دایره صلاحیت بیرون نشوین که این ملت صبرش یک روز لبریز می شود نهایت. خواهش میکنم مرز قرقیزستان ما را یا در شمال مرز افغانستان ما را باید افسرای شجاع چون همی برادر عزیزی که خودشون رفتن خدمت کردن در سرحد همه گونه اختیاری ها باید حمایت کنند نه اینکه مجبوری از قد کوچه یا که از خانه با هر جرم و تهمت ببریم و بعدا نورا مجبوری اونجا در دستشون سلاح بتیم بگیم که این وطن حمایت کنیم. ما به این گونه افسران نیاز نداریم کلا ما به افسرای شجاع و اختیاری نیاز داریم که ما را اونا حمایت کنند. خدا کند که حق به حقدار برسد و در دایره صلاحیت بحثی سودی که ولی به میان نآمده است در میان اویله اکرموفو و کمیساریات حربی شهر کلاب و شعبه کارهای داخلی شهر کلاب حل شد و حق به حقدار برسد و جان انسانیت قیمت باشد نه یک ماشین. زنده باد صلح ثبات آرامش در روی دنیا و در تاجیکستان. بدرود تا درودهای دیگر. برای آنهایی که میخواهند به کشورهای اروپایی ویزای کاری بگیرند توسط کشور ترکیه مرمت به شرکت آینده درخشان مراجعت کنید که تاجیک بچه‌ها هستند در ترکیه این شرکت تأسیس دادن شرط و شرایط برای شما باز بهتر میفهمونن من در جای اپیسانی میگذارم سراغشون رقم تلفنشون که در وقت ساعت کاری تماس بگیرید و مبلغ گذاریایی که از جانب آنها میشود یا از جانب شما میشود یعنی تمام کدام نمود خدمت رسانی از جانب آنها میشود و شما چه مبلغ گذاری میکنید چه حجت ها هست همه معلومات بیشتر باز برای شما بچه‌ها میدن هم در سامانه‌شون هست هم توسط زنگ تلفنی میتونید صحبت کنید با آنها. فقط خواهش میکنیم که در وقت ساعت کاری به ترکیه موافق زنگ زنید اگر شما میخواهید ویزای کاری به ترکیه بگیرید. خب یک خوش خبر دیگر هم این است که
شرکت آینده درخشان برای داوطلبانی که میخوان در دانشگاه‌های ترکیه تحصیل کنند شرایط فراهم آورده است. شما به سپردن امتحان با دلخواه اختصاص در دانشگاه‌های ترکیه میتونید تحصیل کنید و برای نام دانشجو شدن در ترکیه چه شرایط، چه وضعیت، چه صحبت‌ها باید باشد، حتما در این مورد نیز از شرکت آینده درخشان یک بار بپرسید. معلومات بیشتر در جای اتیسان، یعنی جای شرح بیشتر.